سلام بچه های عزیز لیسانس پزشکی. رسیدیم به آزمون مرحله دوم لیسانس پزشکی. آزمون لیسانس پزشکی دو مرحله داره. یک آزمون کتبی داره که درسایی مثل فیزیولوژی، آناتومی غیره امتحان گرفته میشه و آزمون مرحله دو آزمون مصاحبه است که شاید تو سایت ها اینا خونده باشید. مصاحبه به صورت روانشناختی هست و ما قصد داریم تو این ویدیو با هم در مورد این مرحله دوم آزمون لیسانس پزشکی یکم بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. آزمون مصاحبه توی آزمون لیسانس پزشکی مثل آزمونی که شما توی استخدامی ها شاید دیده باشید و اونایی که میخوان استخدام بشن بعد از مرحله قبولی و آزمون مصاحبه دعوت میشن، این مدلی نیستش و کاملا متفاوت هستش از این آزمون‌های استخدامی. اول از همه که گزینه یک که باید خدمتتون عرض کنم اینه که آزمون مصاحبه خیلی خیلی راحته و اصلا نباید بترسید، هرچند باید براش کار بکنید و نترسید، ولی اگه مثلا کار نکنید باید حتما بترسید. کار نکرده باشید احتمال اینکه توی آزمون مصاحبه لیسانس پزشکی رد بشید میتونم بگم که تقریبا 100%، بالای 90% به احتمال زیاد شما اگر تمرین نکرده باشید، اگر آمادگی نداشته باشید برای آزمون مصاحبه لیسانس پزشکی رد میشید. من خودم چندین قبول شده دیدم که حالا مثلا سال اول اومده بودن تو مصاحبه رد شده بودن. من مثلا پرسیدم علت چی بود، گفتن که مثلا ما اصلا برای آزمون مصاحبه اصلا کار نکردیم، تمرین نکردیم، ولی سال دوم اومدیم تمرین کردیم، کار کردیم، قبول شدیم. بس آزمون خیلی راحته، فقط کافی براش کار کنید. آزمون مصاحبه یکم کار کنید راحت از پسش برمیایید. نکته دیگه که آزمون رو خیلی راحت میکنه، سوالات تکراری هستن. من خودم قبول شده 97 لیسانس پزشکی هستم و تقریبا میتونم بگم تو این چند سال هیچ تغییری آزمون و مصاحبه نداشته و تا کنونم هیچ اطلاعی مبنی بر این که سیستم سوالای مصاحبه میخواد عوض بشه منتشر نشده که اطلاعی بدم منابع عوض شده، مراحل عوض شده، همچین چیزی نداشتیم. سوالا هر سال تکراریه، ولی شاید برای شما هم مثل من سوال پیش بیاد که آقا بس اینقدر اگه شما میگی آسونه و چرا همه قبول نمیشن، چرا همه نمرشون 100 نمیشه؟ همونجور که خدمتتون گفتم حدوداً 7 سال 8 ساله که از سال 97 من خودم تو حیطه آزمون لیسانس پزشکی فعالیت دارم و دو مورد رو الان گفتم. حداقل مثلا من دو مورد رو دیدم که بچه‌ها قبول شده بودن، مرحله آزمون سال اول قبول نشده بودن، از مصاحبه سال دوم قبول شده بودن. به من گفتم ما رفتیم کار کردیم، تمرین کردیم و قبول شدیم. توی این مدت من خودم تجربه‌ام همین بوده. ما پک مصاحبه داریم، پک اختصاصیه. آزمون مصاحبه هم ما داریم، شاید شما تهیه کرده باشید یا اگر تهیه نکردید میتونید از بچهای پشتیبانی ما تهیه کنید. بیشتر فعالیت ما توی تلگرام هست. تلگرام جستجو کنید لیسانس پزشکی دکتر حسین رحیمی، کانال ما میاد. توی گوگل هم آدرس سایت ما دکتر رحیمی 3.ir هستش. پیج اینستاگرام هم داریم، هر کجا دوست داشتیم میتونید ما رو دنبال کنید. توی این پک ما پک اختصاصی مصاحبه کامل توضیح دادیم که مراحل چی هستن، چجوری باید کار کنید، چجوری باید سوالا رو جواب بدید و همینطور توی این سالها وایس های بچه‌ای که قبول شدن یا قبول نشدن رو ما اونجا قرار دادیم و شاید شما مثلا اون وایس ها رو گوش کرده باشید، شاید خیلی تفاوت چشمگیری نبینید. مثلا من خودم توی این سالها مشاور لیسانس پزشکی کار میکردم و از بچه‌ها میخواستم که مثلا مرحله مصاحبه میرفتم میومدم میگفتم
وایساتون رو بدین گوش بدم ببینم چیکار کردید. نمیتونستم قضاوت کنم، نمیتونستم بگم که این داوطلب قبول میشه این داوطلب رد میشه. ولی بعد از اینکه نتایج میومدم وایس هایی که بچه‌ها برام فرستاده بودن در مقابل اون سوالایی که تو مصاحبه پرسیده شده بود جواب داده بودن رو بررسی میکردم، به این نتیجه میرسیدم که با یه تفاوت خیلی جزئی بچه‌ها تو مصاحبه رد میشن، چون توی مرحله کتبی رتبه‌های برتر دعوت میشن به مصاحبه. بالاخره بچه‌ها خیلی با هم اختلافی ندارن و خیلی به صورت جزئی تفاوتایی داشتن، توی مصاحبه قبول نشدن. حالا اینا مثلا چیا بوده؟ یکیشو اشاره کردم خیلی مهمه، میگم سوالا همش تکراریه و هر سال همون سوالایی که سال قبل اومده باز پرسیده میشه. ولی از اونجایی که جلوتر توضیح دادیم آزمون روانشناختیه. یعنی چی روانشناختی هستش؟ توی آزمون مصاحبه چالش ایجاد میکنن، استرس ایجاد میکنن و هر کاری میکنن که یکم شما رو اذیت کنن و شاید شما یه سری چیزا رو بیای توی پک ما یا جاهای دیگه، مثلا از جای دیگه پک تهیه کردی، پک مصاحبه مثلا حفظ کردی، مثلا رفتی سر مصاحبه، وقتی اونجا استرس غالب میشه شما ناخودآگاه اون چیزی که از قبل میدونی میگی. مثلا یک مورد، مثلا خیلی از بچهای کارشناسی به پزشکی خب رشته کارشناسیشون خوششون نمیاد و میان مثلا لیسانس پزشکی میدن که بیان پزشکی، ولی شما تو مصاحبه بگی که آقا مثلا من از رشته کارشناسیم خوشم نمیومد و اومدم اینجا، نمره منفی داره. آزمون روانشناختیه. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون میگن آقا این شخص از رشته کارشناسیش خوشش نمیومده، در نتیجه از پزشکی هم فردا میخواد بگه من خوشم نمیاد. حالا مثلا ما تو پکمون اینو توضیح دادیم، بعد با مثلا بچه‌ها جلسه تمرینی هم کار کردیم، بعد مثلا میرن مصاحبه، میان مثلا میگیم خب چیکار کردی؟ خب هیچی، من رفتم اونجا گفتم که آره دیگه من از رشته کارشناسیم بدم میومد، به خاطر همین اومدم لیسانس پزشکی دادم. خب یعنی میبینید مثلا بچه‌ها با این که مثلا با اونجا سوالات توضیح دادیم، جلسه تمرینی گذاشتیم، تاکید کردیم، باز خیلی‌ها میرن سوالا رو اونجوری که تو ذهنشون هست توضیح میدن. بس برای اینکه حالا این اتفاق نیفته و اون روان شما تغییر کنه، یک راهش اینه که طولانی مدت تمرین کنید. مثلا الان شما داری برای آزمون سال بعد میخونی، داری برای آزمون کتبی میخونی، همزمان حتما مصاحبه هم کار کن. پک مصاحبه ما به صورت فایل صوتیه، در کنارش بشین، فایل‌های صوتی رو گوش کن و تمرینایی که گفته میشه آروم آروم کار کن که ملکه ذهنت بشه. به قول معروف تو مصاحبه بخوای موفق بشی باید انقدر تکرار کنی، تمرین کنی که ملکه ذهنت بشه. من خودمم کارشناسی اتاق عمل بودم و بالاخره تو این مدت مثلا بچه ما چون پزشکا و جراحا در ارتباط بودیم، مثلا بچه‌ها هی میگفتن آی رشته ما بده، آی کاش این رشته رو نمی‌آوردیم. من متنفر شده بودم از این رشته و با مشاور خودم که قبول شده لیسانس پزشکی بود در این مورد صحبت کردم، گفتم آره من از رشته‌ام بدم میاد، به خاطر همین اومدم پزشکی بخونم. اون به من گفت آقا این حرفو بزنی توی مصاحبه ردت میکنن، باید بگی آره من از رشته‌ام خوشم میاد فلان. حالا من اومدم توی، حالا این نکته رو اضافه کنم بچه‌ها، ببینید مصاحبه مثل بازیگریه، شما میخوای بری اونجا نقش بازی کنی. خب حالا چه یکم صادقانه باشه چه بهتر. من اومدم مثلا شروع کردم آره من از رشته‌ام خوشم میاد، آره رشته کارشناسیم خوب بوده. حالا همینجور که فکر میکردم به مزایای رشته خودم پی بردم. کارشناسی اتاق عمل مثلا روزانه قبول شدم، رشته‌ای که مثلا شغل داره. درست خیلی از 90% رشته‌های کارشناسی تو کشور ما شغل ندارن، ولی رشته اتاق عمل یه رشته‌ایه که بالاخره شغل داره. شما بعد از اتمام درستون میتونید برید شاغل بشید و درآمد داشته باشید و مزایای دیگه. اینجوری نوشتم و دیدم آره رشته من خیلی هم بد نبوده. خیلی آرزوشون بوده که روزانه بخونم. من توی دانشگاه روزانه درس خوندم و اینا بالاخره خیلی عالی بوده.
پس به این صورت تغییر دادم و مثلا رفتم تو مصاحبه، به جای اینکه بگم از رشته کارشناسیم خیلی بدم میومد، گفتم آره رشته کارشناسی مثلا روزانه قبول شدم، اتاق مثلا جراحی دوست داشتم، نزدیکترین رشته‌ای که میتونستم بزنم مثلا اتاق عمل بود، تجربه خیلی خوبی بود برام، باعث شد که با پزشکی بیشتر آشنا بشم، درسایی مثل فیزیولوژی، آناتومی غیره داشتیم، تونستم اونا رو مطالعه کنم و از پسش بر بیام و بتونم پزشکی قبول شم. مثلا اینو به جای اینکه بگم متنفرم، به این صورت تغییر دادم و جواب دادم و تونستم به راحتی قبول شم. بس بچه‌های عزیز، آزمون مصاحبه خیلی راحته، بس باید اول از همه براش تمرین کنید و دوم میگم درست تمرین کنید. ملکه یه جوری انقدر تکرار کنید که ملکه ذهنتون بشه و اونجا رفتید اشتباه پاسخ ندید. نکته دیگه، قبولی تو آزمون لیسانس پزشکی 60% نمره کتبیه، 40% مصاحبه. شاید شما هم شنیده باشید که مثلا رتبه برترهای آزمون کتبی لیسانس پزشکی توی آزمون مصاحبه رد شدن. این چجوری اتفاق میفته؟ مثلا 60% نمره کتبی، خب مثلا نفر دوم میاد مثلا از این نمره مثلا 50% تو کتبی نمره میگیره، 40% نمرمون توی مصاحبه است. خب این شخص میاد تو مصاحبه حسابی خراب میکنه، من بهش میگم 10%، جمع نمرش چقدر شد؟ 60%. حالا یه داوطلب دیگه بچه‌ها درصداشون نزدیک به همه، مثلا ایشون تو کتبی مثلا 50 گرفته بود، این شخص مثلا 40 میگیره و حالا میاد توی مصاحبه فوق‌العاده ظاهر میشه، 40% هم میگیره. خب این شخص مثلا آقا مثلا فرض بگیریم رتبه 10 لیسانس پزشکی، نمره کلش شد 80%، نفر دوم فرضی ما اومد 60%، کی قبول میشه؟ خب 100% اونی که نمره کلش شد 80%. بس بچه‌ها ببینید مصاحبه انقدر اهمیت داره. ممکنه شما توی آزمون کتبی حتی رتبه های برتر بشید، 1 2 3 بشید، ولی بیاید خیلی خراب کنید، رتبه 10 میاد از شما جلو میزنه. حالا مثلا رتبه 20، مثلا 30% کتبی نمره گرفته، باز مثلا میاد مصاحبه هم خوب کار میکنه، 35% هم از اینجا میگیره، نمرش میشه چقدر؟ 65%. نفر دوم فرضی ما که رد شد چند بود؟ 60%. بس نفر 20 هم مصاحبه رو خوب کار کنه، میتونه حتی نفر دوم کتبی رو هم جلو بزنه قبول شه. پس یک برداشت مهم، بس آقا اصلا نگران این نباشید که رتبتون چند شده، هرچند مثلا تو سالهای اخیر اصلا اعلام نمیشه رتبه چنده، خب چون رتبه کل رو اعلام میکنن، ولی خلاصه این که شما ناامید نباشید. همین که مثلا با خودتون بگید، بعضی از بچه‌ها میان آره من خیلی خراب کردم، حتما رتبم خراب شده، من دیگه تو مصاحبه شانسی ندارم. نه بچه‌ها، 40% نمره اینجاست، آزمون رقابتیه، رقیباتون خراب کنن، حتی رتبه‌های برتر باشن، مصاحبه رو خراب کنن، شما حتی جز نفرات آخر آزمون هم باشید، توی مصاحبه شانس قبولی دارید. پس مصاحبه رو جدی بگیرید. اگه آزمون کتبی قبول شدی ولی فکر میکنی که رتبت خیلی خوب نشده، بس خوب بخون. نه، رتبه برتر شدی، فکر نکن که بس من تو کتبی رتبه خوبی آوردم بس حتما از مصاحبه قبول میشم. نه، مصاحبه رو جدی بگیرید و خوب کار کنید. تو مصاحبه چند تا حالا مرحله داره که نمیخوام تو این ویدیو واردش بشم. توی پک مصاحبهمون کامل موشکافانه باز کردیم، هر مرحله چه جوابایی بدی چه جوابایی ندی و اونجا توضیح دادیم. نمیخوام این ویدیو خیلی طولانی بشه، ولی به صورت خلاصه اعتماد به نفس خیلی مهمه. آزمون و مصاحبه که گرفته میشه، تصمیمشون بالاخره دانشگاه و وزارت بهداشت تصمیم دارن که پزشکای خوبی رو جذب کنن. یه پزشک خوب یه ویژگیش اعتماد به نفس بالاست، اعتماد به نفس خوبی دارن، خوش اخلاق، خیلی خوش اخلاقن بعضی از پزشکای ما، بعضیاشون هم خیلی بد اخلاق. پس اونجا چالش ایجاد میکنن، مثلا میان عصبانیت میکنن، میخوام ببینن تو خوش اخلاقی یا نه، تو زود از کوره در میری.
بد اخلاقی میکنی، عصبانی صحبت میکنی، این نشون میده که شما خوش اخلاق نیستی، نمره منفی میگیری، اعتماد به نفس نداشته باشی، نمره منفی میگیری. مورد دیگه استرس و اضطراب. یه پزشک خوب نباید استرسی و اضطرابی باشه. شما اونجا استرس اضطراب، مثلا بعضی بچه‌ها اینجوری دستاشون رو تکون میدن یا مثلا هی پاشون رو تکون میدن، لکنت زبان میگیرن، اینا همش نشونه استرسه. کاملا آروم ریلکس برید. استرس داشته باشی نمره منفی نداشته باشی، خب نمره خوبی میگیری. بس خلاصه این که آزمون مصاحبه خیلی آسونه. شما میتونید پک مصاحبه ما رو تهیه کنید. ما تو اون پک کامل ریز بریز توضیح دادیم چیا توضیح بدید و از اون مهمتر قبول شده ها رو گذاشتیم، افرادی که قبول نشدن وایس هاشون رو گذاشتیم توی پک مصاحبه که شما عزیزانم استفاده کنید و براتون مفید باشه. نکته دیگه گفتم سوالات تکراریه. سوالا عیناً تکرار میشه و خیلی‌ها گفتم قبول نمیشن، چون میگم میرن اونجا خود چیزی که خودشون دوست دارن و تو مصاحبه میگن. شما باید دقیقاً چیزایی که بهتون توی پک مصاحبهمون آموزش میدیم برید بگید. 60% نمره کتبی، 40% مصاحبه. نفر دوم لیسانس پزشکی هم باشی ممکنه تو مصاحبه رد بشی. نفر 20م صدوم هم باشی میتونی تو مصاحبه قبول بشی. بس اگه رتبه برتری خوب کار کن، اگه رتبت هم پایینه بازم خوب کار کن، ناامید نشو. نکته دیگه هم که گفتم دیگه، اعتماد به نفس داشته باشید، خوش اخلاق باشید، زود از کوره در نرید، لبخند بزنید بدون استرس، ریلکس. رفتی قبول بشی، استرس اینو نداشته باش که وای قبول میشم یا نمیشم. فقط سعی کن که بهترین خودت باشی. و نکته دیگه ای که خلاصه مصاحبه رو گفتم، مصاحبه یعنی یه جوری مثل بازیگریه، نقش بازی کردن. شاید شما از رشته مثلا خیلی ها از رشته کارشناسی خوششون نمیاد دیگه اومدن لیسانس پزشکی، ولی شما اینو نشون ندید، نقش بازی کنید. میگم مثلا بیاید یه جوری نشون بدید که مثلا دوست داشتید، مثلا مزایای آزمون مزایای کارشناسی خودتون رو بیاید نشون بدید. شاد و پیروز و موفق باشید.